دیگه نمیمونم میوه را اشتباه ببری. تربوز را به شکل وی ببر. یک قسم خوردنش با رفیقا آسان تر میشه. وقتی جوش دارن تخم مرغ کمی لیمو اضافه کو تا پوستش آسان جدا شود. پشت ملاقه را در مایع تخم مرغ بزن و سرخش کو. داخلش یگان خوراتی پر کو تا یک چیز جدید و خوش‌طعم بسازی. مرهم فالو کو. انار را مدت 1 دقیقه به این شکل بچرخون و فشار بده. بعد با چاقو یک سوراخ بزن تا به آسانی آبش بیرون شود. بالا و پایین کینو را ببر. بعد وسطش را ببر. اینطوری آسان میتونی میوه را بخوری. تشکر از لایکت. روی گوشت ماهی آب داغ برس تا پوستش به آسانی جدا شود. امره همراه چاقو از وسطش ببر. چاقو را دور تا دور خستیش بچرخان و با دست ای رقم توش بده. خستیش جدا میشه. حالا میتونی با قاشق آسان نوشیجان کنیش. آناناس را پایین و بالای شب ببر. بعد به 2 نیم تقسیمش کو. حال به صورت کچ طبق بافت خود آناناس برش بزن. به کسی نگو که من یاد